بازرگانی. سلام، شب شما بخیر. با خبرهای ورزشی امشب در خدمت شما هستم. کوروش بهزادی و محمود قائم مقامی دو چرخ سوار ایرانی با پیام حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران مسیر 1661 کیلومتری بندرعباس تهران را پیمودند. دو چرخ سوار 31 و 65 ساله دیروز در بعد ورود به بندرعباس هدف خود را از این حرکت حمایت و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در حال انقراض در کشورمان اعلام کردند. این سفر خاص عمدتاً به خاطر مسئله انقراض یوزپلنگ و اینکه در واقع یوزپلنگ آسیایی که الان فقط در ایران هست که الان به همین دلیل ما میگیم الان یوزپلنگ ایرانی این در خطر انقراضه. انقراض یوزپلنگ یک علامت خیلی در واقع منفی هست که این خیلی زنگ خطری است که ممکنه بقیه این گونه ها هم از بین برن. یوزپلنگ یکی از سریع‌ترین موجودات روی زمینه، یعنی از ساعت 0 تا 103 ثانیه بیشتر نیست. دلایل انقراضی هم که یوزپلنگ الان متحول شده یکم به خاطر اینه که به خاطر شکار بی‌رویه‌ای چرنده‌ها در طبیعت، یعنی غذایی این موجود نداره در طبیعت بخوره و همین خاطر داره منقرض میشه. ما سفر بعدی باید فکر کنم به خاطر کل و بز و جبیل و خرگوش بریم رکاب بزنیم که آقا جان مراقب اینا باشین که از بین نرن. این خودش یک نوع گوشزده و یک نوع زنگ خطر برای این موضوع، چون یوزپلنگ جزو سران اکوسیستم کویر ایرانه. و یکی از مناطق دیگه که باعث بین رفتن شده تصادفات جاده‌ای بوده که دوستان باید حواسشون باشه از مسیر قم تا کرمان که الان یوزپلنگ مونده حواسشون باشه تو مسیری که رانندگی میکنن تصادف نکنن. این دو چرخ سواران طرفدار محیط زیست مسافت 1610 کیلومتر تهران، قم، اصفهان، یزد، کرمان و بندرعباس را به مدت 32 روز پیمودند. کوروش بهزادی و محمد قائم مقامی پیش از این نیز در حمایت از دریاچه ارومیه، دلفین‌های قشم و جنگل‌های شمالی کشور مسافت‌های مختلفی را رکاب زده بودند.